سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امشب قراره با هم گردشی داشته باشیم در خیابان معلم رشت. امروز چهارشنبه 27 دی ماه ساعت 7:30 تا غروبه. خیابان یا بولوار معلم رشت یکی از معروفترین خیابان‌های شهر رشته که از دو فاز سرگل در فاز 2 و میدان مادر و معلم در فاز 1 تشکیل شده. در این محل خبری از خانه‌های قدیمی نیست و همه ساختمان‌ها نوساز و بروزند. این خیابان علاوه بر بولوار زیبا شامل کافه‌ها، فروشگاه‌ها و مغازه‌های معروفیه. در این ولاگ ما گردشی در پیاده‌روها و چند مغازه از این بولوار رو خواهیم داشت و حال و هوای شب‌های زمستان خیابان رو با شما عزیزان به اشتراک می‌ذاریم. این خیابان از یک سمت به میدان سرگل و تا خیابان طالقانی ادامه داره. برای توضیح اضافه کنیم که خیابان طالقانی به سبز میدان رشت ختم میشه. قبلا ولاگ رانندگی در این خیابان، گردش در بازار سام یا سردار جنگل، ولاگ خانه میرزا کوچکان که خیابان نزدیکن و بسیاری از جاهای دیدنی شهر رو در کانال قرار دادیم. لینک مربوط به این ویدیوها و پلیلیست مربوط به شهر رشت رو در توضیحات این ویدیو قرار میدیم. خواهشاً با لایک‌ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنید. در ضمن در روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.